تعصب و تکبری که علی فلانی وهابیست کافر است، علی فلانی سلفیست چطور است، علی فلانی رفع الیدین که الحمدلله اینمی تعصباتی که در بین مردمای جاهل و در بین اونم 30 سال پیش که ما امی تعصب داشتیم، الحمدلله توسط فهم قرآن و کریم و سنت رسول الله این تعصبات از وجود ما کاملا برداشته شده. کسی که آمین بالجهر هم گفت او را دوست داریم نمی قلب خود. چرا که آمین بالجهر میگه کار را میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده. کسی که رفع الیدین میکنه در رکوع بالا شدن، از رکوع پایین شدن میکنه، کار را میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کرده. ما اگر خودم توفیق بر ما نداد، خود ما نتونستیم، دیگرایی که میکنن که مخالفت با کسانی میکنن. ما خودمون بسیاری اوقاتی که وقت بر ما پیدا شد و به خاطر اینکه بعضی اوقات اهل بسیاری مردم جاهل هستن و گپ نمیفهمن، از این خاطر میگم که باش که در غیر از اون آنچه که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و کلش تسلیم هستیم. سمعنا و اطعنا. تسلیم درسته. تسلیم اسلام چیه؟ تسلیم با هیچ کس. الحمدلله. و هی نعمت الله است. فکرتون باش از این نعمت الله بسیاری کسا محروم هستند. متعصب است در مقابل سنت رسول الله صلی الله علیه و آله مخالفت میکنه. چرا سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله مخالفت میکنه؟ یکی در مقابل ریش مخالفت میکنه که ریش تکل کن، یکی در مقابل رفع الیدین مخالفت میکنه که ایره نکن، یکی مخالفت درباره آمین بالجهر میکنه که آمین چرا بلند گفتی، یکی میگه تو مثلا چرا پایت در پای از دوادی نماز چسباندی، چرا شانه تا چسباندی، چرا تو کردی، یعنی حتی در مقابل از قرار میگیره. اینمی که تعصب نداری و به حق تسلیم هستی، اینی بزرگترین نعمت الله هست. از این نعمت خدا محروم نکنی، ولو که امو سنت خود تطبیق کردن نمیتونستی، با تطبیق نکردنش وقتی که یک سنت از پیش ترک شد کافر نمیشی، اما مخالفت با سنت رسول الله صلی الله علیه و آله تو را در صف شیطان قرار میده و متاسفانه بعضی کسا به این مبتلا هست. چرا؟ تعصب داری.